سلام علیکم هموطنان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای چنل اینفوکس خوش آمدین. دوستان عزیز، در ویدیوی قبلی ما شما در مورد از اینکه چطور فیلتر کنیم و کورس های مورد علاقه خود پیدا بکنیم. در این ویدیو دوستان عزیز میریم و یکی از کورس های ماستری را انتخاب میکنیم و در موردش چیزایی که معلوماتی که نهفته است هر کدامش براتون مشخصا تشریح میکنم. به طور مثال دوستان از اینجا خب روز قبلی هم براتون گفتم کورس ها بسیار زیاد است. من میخوایم به طور نمونه به طور مثال کورس به نام Environmental Engineering در پانتون هامبورگ در هامبورگ یونیورسیتی آف تکنولوژی را براتون به معرفی بگیرم. ببینید که در اینجا انفورمیشن یا همون معلومات خود برنامه ماستری را چطور پیدا میکنیم. دقت کنید دوستان عزیز، شما میبخشین روی از این برنامه کلیک میکنین، با معذرت روی از این برنامه کلیک میکنین، این تو یک صفحه براتون باز میشه. در این صفحه خب نام خود برنامه است Environmental Engineering Hamburg University of Technology و در اینجا چند موضوع است که باید در نظر داشته باشین. ما هر کدامش میخوایم براتون بگیم. در قدم نخست دقت کنین دوستان عزیز، اینجا معلومات در مورد اینمی برنامه، یعنی در پانتون هامبورگ خب نمیفهم کارمندایش بسیار زیاد از کارمندای اداری و کورس ها و کسایی که کوردینیتور کورس است، ولی از امی کورس به خصوص از امی Environmental Engineering دقت بکنین اینی کانتکت نمبر است که شما کانتکت دیتیلی است که شما امروز صحبت میکنید، نه تا شماره موبایل، ایمیل و وبسایت. بسیار مهم است دقت کنین اینجا معلوماتی که وبسایت خود از این کورس است و همچنان ایمیل آدرس که اینا مشخص کردن از اینجا میتونین شما معلومات بگیرید. اینو چرا میگم؟ دوستای ما که در DAAD اپلای میکنن اونجا شما مجبور، یعنی 100% ضروری نیست ولی خوب است که شما امرای کورس کوردینیتور با تماس شوین، از اینجا ایمیلش بگیرین که برای شما الیجیبیلیتی لیتر بده. در مورد از اون ما شما خواهد گفتیم که چه رقم یک ایمیل نشته کنین. حتی ما یک سامپل ایمیل هم بر دوستایی که ضرورت داشته باشن میتونم که در خدمتشون قرار بدم. به هر حال دوستای عزیز دقت کنین، شما در اینجا ما در این قسمت وقتی نام کورس قبل براتون گفتم نام کورس پیدا کردیم، داخل کورس هستیم، حالا میخوایم معلومات دقیق در مورد از این پیدا کنیم. خوب دقت کنین اینجا چند آیکاناس یا چند تب است که هر کدام از این سر صحبت کردیم. اوورویوی خود کورس، دیتیلش، مصارف و فندینگش و شرایطش. اینی بسیار زیاد مهم است. یعنی من از دوستای ما خواهشمند هستم که اینی موضوع را بسیار زیاد در نظر بگیرن و بعضی مسائل دیگه. حالا بالای هر کدامش کار میکنیم و صحبت میکنیم. در قدم اول اوورویو ببینیم خود برنامه چی است. ماستر آف ساینس است، بسیار مهم است. ماستر آف ساینس داریم، ماستر آف انجینیرینگ داریم، ماستر آف آرتس داریم. نظر به نوعیت پروگرام معلومدار وقتی شما انجینیری انتخاب میکنین زیادترش ماستر آف ساینس است. اینجا دقت کنین تیچینگ لنگویج از انگلیش است و بعد از اون در دیتیلش صحبت میکنیم. میگه که تمام کورس های از این به انگلیسی خواهد بود ولی بعضی کورس ها به جرمن ارائه خواهد شد. یعنی به این معنی که ما ضرورت به فهمیدن لسان جرمنی نداریم، چون بعضی کورس ها آفر میشه به جرمن. مهمترین مسئله است که ما باید انگلیسی یاد داشته باشیم. 4 سمستر است و این هم بسیار مهم است که چه وقت شروع میشه. وینتر سمستر. وینتر سمستر دوستای عزیز اول اکتبر، یعنی آغاز اکتبر است. و یک موضوع دیگر هم میخوایم در موضوع وینتر سمستر بگوییم که DAAD که منبع اسکالرشپ است، بیشترین برنامه‌هایش در وینتر سمستر. یعنی اگه شما میخواین برای بورس DAAD اپلای کنین باید برای وینتر سمستر سال بعدیش درخواست روان کنین. و اینجا در مورد اپلیکیشن ددلاین گفته که مثلا در اکتبر شروع میشه درس ولی تا اول مارچ شما میتونین برش اپلای کنین. معلومدار اینی ددلاین نباید در کورس برین، در وبسایت کورس. اینجا در وبسایت کورس برین و اونجا مطالعه کنین که بعض اوقات اینی اول مارچ قابل تغییر است. در اینجا در مورد دسکریپشن خود کورس معلومات داده که کورس درباره چی است، کدام موضوعات در بر داره، چی چیزا را در بر داره. یعنی به نظر من این خوب است که ما و شما درباره خود کورس ها معلومات داشته باشیم. یعنی بدون از اینکه معلومات بگیریم نمیشه به یک کورس اپلای بکنیم. اینجا معلومات مفصل در مورد خود کورس برای ما شما ارائه کرده. پس میم در دوم، در تب دوم ما دوستای عزیز کورس دیتیلز است.
ای که کورس ارگانیزیشن چه رقم است، البته مربوط کدام دیپارتمنت میشه، در اینجا بعض معلومات را کرده. تایپ آف اسسمنت یعنی به این معنی است که وقتی شما این ماستری را میخوانین چی امتحانا را خواهد داشتین. مثلا اینجا ریپورتس هست، فرض کنیم سمینارها هست، ریتن اگزامینیشنز هست، پروژکت ورک هست، ماستر تیزیس. این مهم است، یعنی معلومات مهمی است که بر ما شما دادم. و به می ترتیب سلسله معلومات دیگه که شما میتونین خودتان بخونین که آیا فرض کنیم شما میتونین در یگان پانتون دیگه به شکل اکسچنج برین. اینجا در آلمان یا در کل در دنیای پیشرفته ای است که شما اگر یک برنامه ماستری را میخوانین 4 سمستر است، یک سمسترش میتونین برین به یک کشور دیگه و اونجا مطالعه بکنین. تب بعدی دوستای عزیز کاست اند فاندینگ است، بسیار زیاد مهم. اینو چرا میگم زیاد مهم؟ به خاطر از اینکه اینجا موضوع فیسش است. گرچه ما در فیلتر گفتیم که فیس از صفر بسازیم، اما بازم باید دقت کنین که فیس که به خاطر فی سمستر از صفر است، ولی شما یک کانتریبیوشن فیس 329 یورو فی سمستر باید بدین که به خاطر تکت ترین و بوس و این مسائل در خود شهر است و همچنان یک کانتریبیوشن برای خود پوانتون است که بعضی سهولت ها را براتون راه میکنه و او باید از طرف شاگردان پرداخت شود. به این ترتیب کاست آف لیوینگز است 800 یورو فی ماه، معمولا 800 الی 850 یورو نشته میکنن، ولی من باورمند بیستم که اگر شما ویدیوی بعدی ما را که چطور کاست در لیوینگ کاست یا مصرف زندگی را در آلمان کم بسازین او را اگر تماشا بکنین، من باورمند هستم که ضرورت به مصرف 800 یورو فی ماه نمیشه. به هر حال موضوع دیگه ریکوایرمنت، قبلا هم گفتم براتون که ریکوایرمنت خیلی مهم است. شما وقتی میخواین به این کورس ماستری انوایرمنتال انجینیرینگ اپلای کنین کدام بچلر باید داشته باشین؟ دقت کنین اینجا چی میگم؟ میگه اکادمیک ادمیشن ریکوایرمنت، بسیار زیاد مهم. دقت کنین چند موضوع. شما باید بچلر آف ساینس داشته باشین و یا اکویوالنت. یعنی بچلر آف ساینس هدفش چی است؟ یعنی شما باید سند لیسانس داشته باشین و هم در بخش ساینس، یعنی یا انجینری باشه حتی ماتماتیکس باشه. بازی را پسان براتون نشان میدم که چطور ایره بریم پیدا کنیم کدام بخش است. و اکادمیک پرفورمنس تان خوب باشه، یعنی اوسط نمراتتان هم خوب باشه. و یک چیزی که دیگه اینجا گفته که سابجکت اسپسیفیک ریکوایرمنتس، بعض پانتونا بعض دانشگاه ایره نشته میکنن یا بعض کورس های ماستری بعضیش نشته نمیکنن. اینو باز پسان کلیک میکنیم که چی است. و لنگویج ریکوایرمنت هم لینکش بر ما داده، وقتی ما در این لینک کلیک کنیم بر ما معلوماتش هم میده و گفته که شما اپلیکیشنتون به این پانتون سابمیت میکنیم. اینجا باز ما مجبور هستیم بریم در خود کورس و ببینیم که آیا ایره از طریق آنلاین سابمیت کنیم یا هم رای پست. به هر حال ما میخوایم این دو چیز اول براتون بگویم. اول سابجکت اسپسیفیک ریکوایرمنتس، ایره کلیک میکنیم. خوب دقت کنین دوستای عزیز، در اینجا یک سلسله معلومات دیگه علاوه شده مربوط از این کورس. دقت کنین چی چیز است. میگه اگر شما بچلرتان در یکی از این رشته ها باشه میتونین به این کورس اپلای کنین. اول کیمیکال انجینیرینگ خوانده باشین، انوایرمنتال انجینیرینگ خوانده باشین، محیط زیست، گلوبال تکنولوژی اند اینویشن منیجمنت خوانده باشین. به این ترتیب انفورمیشن اند کامیونیکیشن و مثلا، یعنی در این برنامه شما میتونین اگر برنامه فرض کنیم سیول انجینیرینگ هم خوانده باشین میتونین در این اپلای کنین، ولی اگر دقت کرده باشین زیادی بخش انفورمیشن و کامیونیکیشن سیستمز است. ما یک موضوع رو میخوایم خدمت دوستا بگیم که بعضی اوقات کورس های است که ضرور نیست بچلرتان یعنی لیسانستان فیکس مرتبط به او باشه. مثلا کسی بچلر خود در ریاضی خوانده باشه میتونه در بسیاری از کورس‌ها ماستری خود بخونه، حتی خلاف رشته ماستری خود بخونه. مهم گپی است که ما باید امیر مطالعه بکنیم. و در مورد لنگویج ریکوایرمنت، پس در این صفحه آمدم لنگویج ریکوایرمنت اگر کلیک کنیم اینجا بر ما معلومات میده که شما لنگویج ریکوایرمنت تان چی باید باشه. خب اینجا مفصل معلومات داده که چی چیزا کنین. میگه سی وی تان روان کنین، بچلر دیگری سرتیفیکیت. سر از این باز شما بعداً صحبت خود کردیم که ریکوایرمنت یک معمولا پانتونا چی است. اما میم سر انگلیسی اینجا دقت کنین در مورد انگلیسی چی چیزا گفته. اول اسکور تافل، دقت کنین این برنامه از شما اسکور تافل میخواد چقدر 90 اینترنت بیست. معلومدار یک مقدار برای بعض دوستا شاید زیاد باشه ولی همین نمره است که نمیخواین. و در بخش آیلتس اگه میخواین امتحان بتین 6.5 اسکور میخواد. خب کمبریج سرتیفیکیت و بعض چیزهای دیگه هم هست که این فعلا
یعنی بر مربوط ما و شما کسی که از افغانستان میایم نمیشه. دقت کرده باشین که بعض پانتونا نوشته میکنن در اینجا باعث یک بولت پوینت میگه اگر شما درسایتان با انگلیسی خواندین در دوره بچلر، مثلا یک کسی از پانتون کاردان فارغ شده یا از پانتون رنا فارغ شده، اونا درسایشون به انگلیسی است. اگر شما سند از پانتون بیارین که شما درس به انگلیسی خواندین، معلوم دار باید همون تو باشه، در اون صورت ضرور نیست که اسکور توفل نشان بدید. و به می ترتیب قسمت اخیر بعضی سرویس هایی است که براتون معلومات داده که چی سرویس ها دارین وقتی شما محصل از این پانتون یا از این دانشگاه میشین. و در قسمت تب اخیر در مورد خود یونیورسیتی معلومات داده، در کجا است، چه خصوصیات داره و غیره و غیره. همیشه دوستای عزیز خواهش من از شما است که هر کورس را که انتخاب میکنین خوب است که از این قسمت در کورس وبسایت برین، یعنی روی از یک کلیک کنم ببینین عموم معلوماتی که پیشتر قبلا سرش رفتیم اینجا بر ما معلومات مشخصش آورده. دوستای عزیز تشکر از اینکه تا حال ما را همراهی کردین. تا ویدیوهای بعدی وقتتان خوش. سلام علیکم و رحمت الله.